قبلا یه جا کار میکردم که ماهی 4 میلیون درآمد داشتم، ولی الان توی ماه گذشته 15 میلیون درآمدم بوده از اینستاگرام. تا الان چیزی هولوش 70 میلیون 80 میلیون. سلام، من مهدیم، صاحب پیج بریمود. قبلش اصلا نمی‌دونستم که توی اینستاگرام چیکار باید بکنی که کسب درآمد داشته باشی. یعنی میدیدم خیلی از دوستامو، خیلی از همکارامو که از اون رشته کاری خودم جدا شدن و رفتن سمت کسب و کار اینترنتی و اینستاگرامی. تا اینکه با دوره کسب درآمد از اینستاگرام نوین آشنا شدم. خیلی بهم کمک کردن. تونستم دوره‌اشون رو بگذرونم، آموزش‌های خیلی فوق‌العاده و خفنی بهم دادن و اونجا فهمیدم که چجوری تولید محتوا کنم، چطوری پست بذارم، چطوری استوری بذارم و چطوری در آخر کسب درآمد داشته باشم از اینستاگرام. قبل از اینکه کسب و کار اینترنتیمو شروع بکنم، خب درآمد آنچنانی نداشتم واقعا و حالا زندگیم هم میگذشت، ولی اون چیزی که مد نظرم بود یا اون چیزی که دوست داشتم نمیتونستم کسب درآمد داشته باشم. قبلا یه جا کار میکردم که ماهی 4 میلیون درآمد داشتم، ولی الان توی ماه گذشته 15 میلیون درآمدم بوده از اینستاگرام. تا الان چیزی هولوش 70 میلیون 80 میلیون از اینستاگرام پول درآوردم. واقعا باورم نمیشد که بتونم با یه دوره آشنا بشم که کامل همه چیزو بهم یاد بده و بتونم از اینستاگرام کسب درآمد کنم.